تمام مطالبی که قصد دارید در سخنرانی بیان کنید از مقدمه گرفته تا متن اصلی سخنرانی و کلام آخر باید در راستای دستیابی به این هدف باشد. هنگامی که با مشتریان شرکت مشغول کار هستم، این سوال واقع‌بینانه را از آنها می‌پرسم. همچنین از آنها می‌پرسم چرا از بنده دعوت می‌کنند سخنرانی کنم و انتظار دارند صحبت‌های من چه هدف یا اهدافی را برای مخاطبان در پی داشته باشد. سپس در این مورد که انتظار داریم مخاطبان پس از سخنرانی یا سمینار دقیقاً چگونه بیندیشند، احساس کنند و عمل نمایند، با هم بحث و گفتگو و توافق می‌کنیم. هنگامی که موضوع برای هر دو طرف کاملا شفاف شد، برای سخنرانی یا سمینار از ابتدا تا انتها برنامه ریزی می‌کنم تا مطمئن شوم به نتیجه مورد نظر دست خواهم یافت. شما هم می‌توانید همین کار را انجام دهید. ساختار پیچیده در سخنرانی‌های طولانی. در تحریزی سخنرانی‌های طولانی‌تر ساختار پیچیده‌ای وجود دارد که می‌توانید از آن استفاده کنید. این ساختار شامل 8 بخش است که در صفحات بعد به طور جداگانه به هر یک از آنها خواهیم پرداخت و در مورد هر یک توضیح خواهم داد. 1. سرآغاز. هدف از سرآغاز سخن جلب توجه مخاطبان، شکل دهی به توقعات آنها و تمرکز مخاطبان بر سخنرانی. اگر هیچ کس به سخنرانی گوش نسپارد و توجهی نکند، هیچ نکته‌ای برای گفتن وجود نخواهد داشت. 2. مقدمه. در این بخش به مخاطبان خواهید گفت که قصد دارید به چه موضوعی بپردازید و چرا این موضوع های اهمیت است. 3. نکته اول. در این بخش به اصل سخنرانی می‌پردازید. بیان نکته اول آغاز این مرحله است و شروعی است برای بیان آنچه در ابتدا وعده داده بود. 4. پرداختن به نکته بعد. در این بخش شما باید مشخص کنید که نکته اول را به پایان رسانده‌اید و اکنون قصد دارید به نکته بعد بپردازید. این به خودی خود یک هنر است. 5. دومین نکته مهم. این بخش باید به طور منطقی ادامه مطلب نخست باشد. 6. مجدداً پرداختن به نکته بعد. در این بخش شما مشخص می‌کنید که قصد دارید به موضوع بعدی بپردازید. 7. سومین نکته مهم. طبعاً این بخش نیز ادامه دو نکته نخست خواهد بود و آغازی است برای پرداختن به پایان سخن. و 8. مخلص کلام. این بخش